این خود واقعیمه دوستان، وقتی این شکلی حرف میزنم خود واقعیمه. قرار نیست تو این کانال من قرار نیست تو این کانال یه زندگی لاکچری نشونت بدم، چون الان که داری منو میبینی یه بار دیگه من قرار نیست تو این ویدیو یه زندگی لاکچری نشونت بدم، چون الان که داری منو میبینی احتمالاً یا از نونوایی برگشتم یا دارم فکر میکنم فردا چه ساعتی باید نون بپزم. من آوا هستم، متولد خداشی گفتی دیگه. خب بگم سلام، من آوا هستم. سلام. اینجوری ادار نیست زارا، اونجوری نکن زارا. یه زندگی مزنه نمیدونم نجوری من ویدیومو میگم من باید نگار مونگونم همش رو پشت صحنه میذارم، از کل ویدیو استفاده میکنم که بشه 10 دقیقه ویدیوم و 1 دقیقه معرفی. بذار فکر کنم. سلام، من آوا هستم، متولد آذر 82، بچه اول خانواده. خب بای نداره که وقتی میخوام خودمونی باشم زهرا تو نمیذاری ویدیومو بگیرم چرا؟ این خوبه. سلام مثل ممنونم. من آوا هستم، متولد آذر 82، بچه اول خانواده‌ام با آبور زندگی میکنم و من و داداشم تو گلوگاه مازندران یه زندگی مستقل داریم. این که میگم یه زندگی مستقل داریم یعنی همه چی رو باید دوتایی جمع کنیم و خیلی سخته بچه‌ها. عجب گرفتاری شدیم. شغل من نونوایی و اگه اهل گلوگاه باشی یا منو میشناسی یا حداقل نونی که خوردی یه بار نه. خب شغل من نونواییه. اگه اهل گلوگاه باشی یا منو میشناسی یا حداقل نونی که خوردی از دست من بوده. بچه به واسطه شغلم تقریبا همه منو میشناسن، یعنی اینطوریه که وقتی از توی خیابون رد میشم همه به من سلام میکنن، کوچیک و بزرگ و پیرزن و پیرمرد. این که بخشی از روزمره آدم باشی به نظرم خیلی جذابه. من قراره تو این کانال زندگی روزمره‌مو نشونت بدم، چون زندگی من مثل بقیه آدما نه خیلی خاصه نه خیلی عجیبه، یکم متفاوت با بقیه هست ولی کاملا واقعیه. اگه دوست داری روزمره منو دنبال کنی لطفا کانال ما رو سابسکرایب کن و توی کامنت ها بهم بگو که اهل کجایی، دوست داری چه ویدیویی برات بسازم. ویدیوی بعدی خدافظ. از اول بگو. صبر کن. اگه میخوای همراه من باشی کانال ما رو سابسکرایب کن، توی کامنت ها بهم بگو اهل کجایی، دوست داری چه ویدیویی بسازم برات و تا ویدیوی بعدی خدافظ. بچه برای اینکه ویدیوام کاملا واقعی باشه میخوام از پشت صحنه ویدیوام داخل ویدیو استفاده کنم، اینطوری هم کاملا واقعی بودنش رو میبینیم و اینکه کلی براتون جذاب‌تر خواهد